دوباره دوستان، ما سوالای نقد هنری رو برای کدگروه‌های 58 59 تحلیل می‌کنیم. سوالاشو آزمون جامع دوم مؤسسه آپام. خب از منظر کانت یا به نظر کانت کدام دو احساس در انسان منشأش لذته؟ خب مشخصا احساس والایی و احساس زیبایی. ما حس پدیداری رو با لذت کار نداریم، احساس خوشایندی یا اون امر مطبوع ربطی نداره. در واقع اون چیزی که کانت اشاره میکنه باید اصولا میگه امر مطبوع که ما اینجا نداریم. امر محسوس هم همینطور. چیزی که کانت راجبش صحبت میکنه میگه والایی و زیبایی در یک در واقع تقسیم بندی قرار میگیرن. هر دو منشأشون لذت، هر دو احساسن. اما در مورد والایی ما اون ترس و شفقت و دلخوره و اون نامحدود بودن و غیر از احساس لذت داریم. در مورد زیبایی احساس لذتی که خب مثلا شعف داره، مطبوعه و خوشاینده، ولی باز اون لذت وجود داره. بنابراین گزینه 2 هست. در مورد سوال بعدی، کدام اندیشمند برای نخستین بار پدیده‌های حسی رو واجد معیار عقلی کرد؟ بین حس باوری و خرد باوری پیوند برقرار کرد. خب مشخصا بومگارتن هست. ادموند برگ راجع به زیبایی شناسی و احساس صحبت میکنه. کروچه راجع به شهود صحبت میکنه. برگ راجع به والایی و احساس صحبت میکنه. همه اینا دارن. منتها اینکه برای اولین بار چه کسی میاد تقسیم بندی میکنه. در این مورد حتما بومگارتن هست که میگه زیبایی شناسی مربوط به حوزه ادراک حسی هست، میشه تقسیم بندیش کرد، میشه مطالعهش کرد و خب بعد هم کانت و برگ ادامه میدن. سوال 3 بسیار مهمه. تفاوت احساس زیبایی و والایی در کدام گزینه مطرح شده؟ در واقع بیشتر ما باید ببینیم از دیدگاه کدام فیلسوف داره بررسی میکنه. تفاوت زیبایی و والایی. برگ میگه احساس زیبایی انسان را به اجتماع پیوند میزنه، در حالی که والایی فرد را از قید و بند اجتماعی رها میسازد. بله به نظر این درسته. دومی میگه کانت میگه احساس زیبایی همگانیه اما غیر اجتماعی، احساس والایی اجتماعیه. هرگز همچین اتفاقی نمیفته. حس والایی یک حس فردیه، یعنی اون هراس، دلخوره و احساس خاصی که بیننده در مقابل یک امر والا داره، حالا چه تصویری از طبیعته چه خود طبیعته، معمولا خیلی نامحدوده، خیلی خاصه و ربطی به اجتماع نداره. پس والایی نمیتونه اجتماعی باشه. برگ میگه احساس زیبایی با نوعی شگفتی. زیبایی ربطی به شگفتی نداره. لبخند و شعف مربوط به زیبایی اتفاقا. یک لبخند، شعف، یک شادی. اما وقتی میگیم شگفتی این مربوط به والاییه. پس این هم غلطه. بر اساس دیدگاه کانت احساس والایی انسان را به اجتماع پیوند میزنن. گفتیم هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته. بنابراین تنها جمله درست در واقع گزینه 1 هست. هم برگ هم کانت معتقدند که والایی یک احساس غیر اجتماعی، یک تجربه و ادراک فردیه و متفاوت با زیبایی، حتی اگر منشأ یکسان داشته باشه. هر دو حوزه ادراک حسی هم، هر دو منشأشون لذته، اما تفاوت‌هایی هم با هم دارن. کدام یک از آثار ذکر شده حس والایی در بیننده ایجاد میکنه؟ خب ما حتما باید آثار هنری رو بشناسیم، بتونیم نقد هنری براشون داشته باشیم. کوششیان یک کار رئالیستیه در مورد تهیدستان و کشاورزانه. این چیزی نیستش که به من احساس والایی بده. این یک در واقع موضوعی رو مطرح میکنه که به تفکر وامی داره. میتونه حتی
حس زیبایی داشته باشه، مثلا بگیم چه تابلوی قشنگی که اصولا خیلی اون لذت هم توش دیده نمیشه، اما کاری به والایی نداره. بزرگداشت هومر یک کار نوکلاسیک هست که داره میگه مثلا فیلسوف‌ها و چیزایی که مال روم و یونان باستانن اون موارد چقدر مهمه. کار دومینیک انگره. ما در کارهای انقدر نوکلاسیک و کلاسیک، مثلا نوکلاسیک انقلاب فرانسه، خیلی کاری با والایی نداریم، یک موضوع اجتماعی داریم مطرح میکنیم. وقتی اجتماعی دیگه والایی نداره که میخواد بگه مثلا این ادبیات کهن، اساطیر کهن خوبه. ندیمه ها اثر ولاسپس یک کار در واقع دوره باروک هست. این کار هم حس والایی نداره. این کار یه سورپرایزی توش هست، اینکه اون در واقع تلاقی نگاه ها، اینکه داره هنرمند خودش رو در تابلو میذاره، زاویه دید متفاوت گذاشته، اما احساس والایی، ترس، شفقت، دلخوره، شگفتی خاص مال این نیست. مشخصا کوهستان در برف اثر داوید فردریشه که خب یه کار کاملا رمانتیک هست. اصولا آثاری که رمانتیک هستن در قرن 19 میلادی هدفشون همین والایی هست. پس بعد حداقل سبک در واقع این تابلوها رو بشناسیم. وقتی سبک رو میشناسیم میتونیم تحلیل بهتری داشته باشیم، حتی اگه خود اون تابلو رو ندیدیم و نمیشناسیم، ولی باید سبک هنرمندها رو بدونیم. خب کدام گزاره در رساله ادموند برگ دریافت ما از والایی و زیبایی، این اسم رساله است، مطرح نشده. خب ادموند برگ چی رو نمیگه؟ برگ میگه لذت و زیبایی به هم وابستن، هیچ کدوم هم تو حوزه عقلی نیستن. درست میگه دیگه، میگه ما چه بگیم زیبایی، چه بگیم احساس لذت، احساس خوشایندی، مربوط به حوزه عقلانی نیست و به هم وابسته است. کانت هم همین رو میگه. مهمترین نتیجه ادراک ذوق لذته. خب این هم درسته. کلمه ذوق رو برگ مطرح میکنه. خب بعداً هم توی در واقع آثار هیوم، شیلینگ اینا میبینیم که راجع به ذوق صحبت میکنن. لذت و حسی. سلیقه مربوط به ادراک حسی و عقلانی است. خب سلیقه که نمیتونه عقلانی باشه، بنابراین نمیتونه این گزینه در واقع مربوط به این رساله باشه. اتفاقا میگه سلیقه کاملا فردیه، عقلانی نیست و اصلا نمیتونیم سنجشی براش داشته باشیم. سلیقه تنها به ادراک حسی مربوط هست. بله این درسته. پس گزینه 3 گزینه‌ای که توی رساله ادموند برگ مطرح نشد. خب عبارت زیر مربوط به کدام فیلسوف هست که خیلی مشخصه. زیبایی لذت می‌آفریند، رها از بهر و سود، بی مفهوم، همگانی، چون غایت بی هدف باشد. یعنی خودش غایت خودش باشه، خود زیبایی غایت زیبایی باشه و اون لذت ایجاد شدن اتفاق بیفته. یک مفهوم مثلا خاص حکومتی، دینی، مذهبی، ادبی هدف نباشه، هدف خود هنر و زیبایی باشه. و مشخصا کانت داره این رو مطرح میکنه و مهمترین عبارتیه که در نقد سومش راجبش میگه. سوال بعدی هم در مورد کانت هست. البته ما چون حوزه بودجه بندیمون در محدود بود، خب سوالی که میبینیم قرون وسطی، اشکانی، ساسانی هست تو تاریخ هنر، اینجا که بیشتر کانت و برگ و در واقع قرون وسطی به بعد هست. بنابراین حواسمون هست که ما یه بودجه بندی محدودی رو اینجا داریم سوالاشو مطرح میکنیم. مفاهیم همچون حکم ذوق و حکم مفهومی در رساله کانت بررسی شده. اصلا اینکه ما چه چیزی رو به عنوان ذوق در نظر بگیریم، چه چیزی ادراک مفاهیم هست که اینا رو از هم جدا میکنه کانت. تقریبا بومگارتن هم این کار رو برای اولین بار انجام داد. توی رساله کانت این دوتا کلمه و مفهوم بررسی شده. حتما باید اینا رو بدونیم. سوال بعدی: در توصیف والایی از
درسته. خب میگه والا ذهنیه در ما حس شعف. اصلا شعف و لذت رو باهاش خیلی کاری نداریم، بعد شگفتی و ترس هم کنارش باشه، پس این غلطه. والا کرانمنده، والا هرگز کرانمند نیست، چیزی نامحدود و بیکران هست. خب پس نامحدوده و بیکرانه، این میتونه درست باشه. مثلا یک اقیانوس، یک کوهستان، یک آسمان پرستاره، یک احساس نامحدودی که وصف نشدنیه. امر والا ذهنیه در اساس و در حوزه احساس. امر والا مانند امر زیبا در اساس ذهنی است. ما اینا رو عین هم در نظر نمیگیریم، درسته؟ بنابراین معمولا اینا رو از هم دیگه جدا میکنیم، پس این هم نمیتونه درست باشه. بنابراین از همه درست‌ترش گزینه 3 هست. امر والا نامحدوده، به چیزی یا موردی بیکران اشاره میکنه. ما اصولا والایی و زیبایی رو در یک حوزه عین هم در نظر نمیگیریم. خب سوال بعدی، زیبایی هنری از منظر کانت چه تفاوتی با زیبایی طبیعی داره؟ این زیبایی هنری و زیبایی طبیعی هم بارها بررسیش کردیم. زیبایی هنری ادراکی است که به خود اثر هنری برمیگردد. خب ما اینو نمیگیم، در واقع در زیبایی طبیعی به خود شی برمیگرده. زیبایی هنری حتما ذهن رو درگیر میکنه و یک غایتی در خودش داره که با حوزه احساس برمیگرده. پس به خود اثر برنمیگردونیم از منظر کانت. البته زیبایی هنری به خود شی برمیگرده، این هم نه خود اثره نه خود شیه. زیبایی هنری مورد ذهنی و گاهی عقلانی، هیچ وقت عقلانی نیست. زیبایی هنری به خود شی بر نمیگرده. زیبایی هنری هدف و جهت دارد، بیان زیبایی یک چیز است. این در واقع درسته. زیبایی هنری فرقش با زیبایی طبیعی اینه که یک هدف و جهت داره و خود شی رو بررسی نمی‌کنه، زیبایی رو در واقع بررسی می‌کنه و یک در واقع گفتار متفاوتی داره نسبت به زیبایی طبیعی. خب این رو جلوش بنویسیم. منظور زیبایی طبیعی هست، این زیبایی طبیعی رو داره میگه، پس این درست نیست. اقلالی هم که خط زد. سوال 10 در واقع آخرین سوال میگه که رنه دکارت در گفتار در روش در این رساله کدام مورد رو تاکید میکنه؟ مشخصا عقل محضه. ما وقتی راجع به دکارت داریم صحبت میکنیم یعنی راجع به ذهن و عقل صحبت میکنیم، خیلی راجع به رفتار و قوه و حکم و حس و هنر و اینا نیست. بنابراین عقل محض رو در نظر میگیره دکارت، کاملا سوبژکتیوه و ذهن رو بررسی میکنه. خب امیدوارم این تحلیل براتون مفید بوده باشه. خسته نباشید. خداحافظ.